بسم الله الرحمن الرحیم. داستان صحابه امروز ما داستان صحابی است که میشه گفت تمامی مسلمانان مدیون ایشونن به خاطر زحماتی که ایشون برای قرآن کشید. شخصیتی که حسان ابن ثابت شاعر رسول خدا صلی الله علیه وسلم در مورد ایشون در شعر خودش میگه فمن للقوافی بعد حسان و ابنه، که میگه بعد از حسان و فرزندش کی میتونه شعرهای قافیه داری بیاره؟ و من للمعانی بعد زید ابن ثابتی، و چه کسی بعد از زید ابن ثابت میتونه معانی و مفاهیم قرآن رو ارائه بده به دیگران؟ خب مطلب رو داشته باشید، در سال دوم هجرت هست. در سال دوم هجرت که شهر پیامبر آماده میکنه خودش رو برای رودررویی با مشرکین قریش در میدان بدر. خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه میکنه، سپاه رو داره سان میبینه، آمادگی سپاه رو میبینه که چگونه اینا حاضرن برای جهاد در راه خدا و برای تثبیت کلمت الله بر روی زمین. همینجوری داره نگاه میکنه، میبینه یک پسر بچه کوچکی هست که سنش هم به 13 سال نرسیده، حالا بعضی جا نقل کردن 11 سال، و دارای یک ذکاوت و هوش خیلی زیادی و از اون طرف نجابت و غیرتی درش وجود داره. یک شمشیری رو هم در دست داره که قد خودش یک کمی از شمشیر بلندتر هست، شاید اندازه شمشیر، شاید یک کمی از شمشیر، و نزدیک رسول خدا صلی الله علیه و سلم میشه، میگه فدای تو بشم یا رسول الله، اجازه بده تا من هم همراه شما باشم در راه خدا جهاد بکنم زیر پرچم شما. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با تعجب با شگفتی نگاه میکنه، از اون ور خب شادمانی که ما چنین نوجوانانی داریم که اینقدر حماسه و غیرت دارن، و دست رو شونش میزنه با مهربانی و اون رو آرامش میده، و اما بهش میگه که نه پسرم، هنوز تو وقتی نیست در میدان جهاد بیای، هنوز زوده، و اون رو از اونجا برمیگردونه. داستان تازه از اینجا شروع میشه. وقتی که این نوجوان یا این پسر کوچک بر میگرده از اونجا، در حالی که شمشیرش روی زمین کشال میخوره، شمشیری رو که برای جهاد آورده و اندوهگین و غمگینه که نمیتونه در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از اون شرافت و منزلت و اون مقام جهاد بهره مند بشه در اولین جنگی که مسلمانان در برابر مشرکان داشتن. و از اون طرف خب مادرش هم ناراحته، چرا که مادرش ام نوار دختر مالک یا بنت مالک هم خیلی ناراحت بود، دوست داشت که از این فضیلت جهاد فرزند اون هم بهره مند بشه، چرا که شوهرش در جنگ‌های بعاث کشته شده بود، در جنگ‌های جاهلی تقریبا حدود 5-6 سال قبل، جنگ‌هایی که در اون موقع رخ داده بود در مدینه، که در اون جنگ شوهرش کشته شده بود و دوست داشت که حداقل شوهرش که مسلمان نشد و در این میدان نیست، پسرش در این میدان جنگ باشه و زید حضور داشته باشه. و در هر صورت این آرزو رو داشتن. اما اینجا اتفاق دیگری افتاد. اتفاقی که در اینجا افتاد این بود که این زید با خودش فکر کرد، این پسر بچه کوچک انصاری با خودش فکر کرد، گفت خب حالا که من نمیتونم از طریق این جهاد در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشم در میدان جنگ به خاطر شرایط سنی که دارم، اما من که میتونم در میدان دیگری کنار پیامبر باشم، پیامبر خدا رو حمایت کنم و یاری بکنم تا بتونم به پیامبر خدا نزدیک بشم، همراه ایشون باشم، و اون هم الان میدان علم و دانش و حفظ آیات الهی هست. این رو برای مادرش تعریف کرد. گفت مامان، گفت چیه؟ گفت ناراحت نباش، من تصمیم دارم در کنار پیامبر باشم، در کنار برای آموزش علم، برای حفظ قرآن، برای هر چی که پیامبر دستور بده در این مباحث دیگه، که بتونم من خدمتی به پیامبر بکنم. مادر هم خیلی خوشحال شد، شادمان شد و گفت انشالله که بتونیم این کار رو بکنیم. در هر صورت مادر با تعدادی از بزرگان قومش بالاخره صحبت کرد، گفت چنین انگیزه‌ای پسر من داره، دوست داره میخواد پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشه، همراه ایشون باشه، بالاخره علم و دانش بهره مند بشه. به نظر ذهن بچه‌ش گفت اون طرحی که پسرش زید ابن ثابت داره. اینها همه رفتن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، گفتن یا رسول الله، ای پیامبر خدا، این پسر کوچیک ما، این زید ابن ثابت 17 سوره از کتاب خدا و از قرآن رو حفظ کرده و
درست تلاوت میکنه، گویا که همان گونه که بر قلب شما نازل شده و داره این استعداد هست، از همه بیشتر داره هوش ذکاوت هست، میتونه بنویسه، میتونه بخونه، دوست داره که کنار شما باشه، ملازم شما باشه، بالاخره شما بهش توجه بکنید، ببینید اون چی میگه، گوش کنید ببینید نظر این بچه چیه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت باشه خب بخونه و شروع کرد. این پسر زید ابن ثابت قرآن خوندن و آیات قرآن رو همینجوری میخوند، به گونه‌ای بسیار زیبا ادا میکرد، ترتیل رو رعایت میکرد، اون مخارج حروف رعایت میکرد، خیلی دقیق و قشنگ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گوش میکرد، گویا که از میان دهان اون مرواریدها داشت خارج میشد که از آسمان گویا نازل شده، مثلا در دهان این داره خارج میشه و خیلی صحنه زیبایی بود و این تلاوت اون یک اثر خاصی بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گذاشت و کسانی که اونجا بود و پیامبر متوجه شدن درست میفهمم چی داره میخونه. خیلی خوشحال شد پیامبر و گفتش که این بیشتر از اون چیزیه که شما در موردش اشاره کردید و از همه مهمتر این که این میتونه بنویسه و این خیلی مهمه. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رو بهش کرد، گفت زید، حالا خداوند به این استعدادها رو بهت داده، تو هم که نوجوانی هستی دارای این توانمندی ها، آیا میتونی بری زبان عبری رو یاد بگیری، اصطلاحاً نوشتار یهودیان رو یاد بگیری؟ چرا که من احساس امنیت در بین اینها نمی کنم، میخوام که بفهمم اینها چه میکنن و چه برنامه‌ای دارن، برو زبان اینها و نوشتار اینها رو هم یاد بگیر. گفت چشم یا رسول الله، لبیک یا رسول الله، هرچی شما میگین. نقل کردن بعضی میگن حتی در کمتر از 1-2 هفته، 13 روز، ولی در هر صورت این زید ابن ثابت تونست در مدت خیلی کوتاهی خواندن نوشتن زبان عبری رو یاد بگیره و به این زبان مسلط بشه و بخونه عبری رو، زبان یهودیان رو، و اون رو بنویسه. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ازش خواست که زبان سریانی رو یاد بگیره و زبان سریانی رو هم به سرعت خیلی زیادتر یاد گرفت. چرا که از اون لحظه به بعد این دیگه مترجم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بود و کاتب پیامبر بود برای مترجمه کردن نامه‌هایی که می اومد یا مواردی که بود یا نامه‌هایی که پیامبر میخواست بنویسه. نکته‌ای که خیلی مهم بود این بود که زید ابن ثابت از یک دقت خیلی خاصی بهره مند بود. این پسر نوجوان با دقت تونسته بود همه چیز یاد بگیره و امانتداری داشت در بحث ترجمه و در انتقال مطالب و فهم خوبی هم داشت. ضمنی هم که در مورد آیات الهی هم داره یک چنین ذکاوت و برداشتی بود. وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله تا این مرحله دید زید ابن ثابت و این نوجوان اینجوریه، این رو کاتب وحی خودش کرد و هر زمانی که نه وحی بر پیامبر دیگه بعد از اون نازل میشد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دنبال زید ابن ثابت میفرستاد، میگفت زید بیا بنویس و پیامبر تلاوت میکرد و زید مینوشت و گویا که زید ابن ثابت مستقیما از رسول خدا صلی الله علیه و سلم لحظه به لحظه آیات الهی رو دریافت میکرد و ثبت و ربط میکرد و یک جریانی کاملا تازه و مستقیم بدون هیچ رابطه‌ای و این نور تلاوت الهی از اونی که بر پیامبر توسط جبرئیل نازل شده، پیامبر برای اون میخون، در وجود این و درون این تأثیرگذار بود. عقل این، شعور این، خرد این رو روشن کرده بود و به همین صورت به ظرافت‌های مفاهیم آیات هم کاملا پی برده بود، در تا جایی که جزو متخصصین قرآن قرار گرفته بود و مرجع اولی بود که بعد از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به عنوان مرجع قرآن شناخته میشد. یعنی بعد از وفات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایشون به عنوان اولین فرد در مرجع و شناسایی قرآن بود. حالا داستان هم خیلی جالب هست که در این زمینه به ما مرحله میرسیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فوت کردند. در زمان ابوبکر صدیق بالاخره تعدادی از قاریان قرآن، حفاظ قرآن در جنگ هایی که با شورشیان و مسیلمه کذاب داشتن به شهادت رسیده بودند. عمر رضی الله عنه احساس خطر کرد که اگر اینها بمیرن، خب قرآنی هم که به صورت مدون در دست مسلمان ها هنوز وجود نداشت، یک جا ممکنه اون موقع خدای نکرده اتفاقی بیفته و قرآن اون گونه که هست یک دست در اختیار مردم نباشه. و ابوبکر صدیق صحبت کرد گفت یک چنین مسئله‌ای هست، اگه شما نگاه کنید حفاظ قرآن رو ما یکی یکی از دست بدیم، این خطر میره که خدای نکرده قرآن اینجوری که هست از دست ما بره و ما نتونیم قرآن رو حفظ بکنیم. این بود که
ابوبکر صدیق تعدادی از صحابه رو خواست که تخصص در این کار داشتن که در رأس اینها زید ابن ثابت بود برای جمع‌آوری قرآن. و همین اتفاق رو ما در عهد عثمان داریم که وقتی که اختلاف قرائات قرآن پیش میاد در دوران عثمان رضی الله عنه باز میبینیم که در همین موقعیت و در همین شرایط باز زید ابن ثابت نقش خودش رو بازی میکنه در این که بتونه واقعا خدمتی به مسلمانان بکنه و این قرآن رو برای ما حفظ بکنه در کنار یاران دیگه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. یک نقش خیلی ویژه‌ای داره زید ابن ثابت در تاریخ که این نقش رو میخوام بذارم برای جلسه بعد. نگاه کنید بحث توانمندی زید ابن ثابت به عنوان مترجم، نویسنده پیامبر، به عنوان کاتب وحی و در کنار اون به عنوان شخصیتی که در عهد ابوبکر صدیق رضی الله عنه به عنوان فردیه که در جمع‌آوری قرآن نقش بسزایی داره و همچنین در بحث اتفاق قرائات در دوران عثمان. تا همینجا داشته باشید که نقش دیگری هم در مورد زید ابن ثابت هست و موارد خاص‌تری که در این بحث قرائات هست که انشالله در جلسه بعد من خدمت شما ارائه خواهم داد. تا فرصت دیگه، خدایا رو نگهدارتون.